درود به همگی. یه نکته خیلی مهمی هستش توی تتو تحت عنوان لاین زدن، کشیدن خط صاف. خیلی مهارت مهمیه توی تتو زدن، از این بابت که شاید شما حتی اگه 1 سال باشه شروع کرده باشین این کارو، ولی بتونید یه خط صاف بکشین و تمیز، این قضیه خیلی شما رو بالاتر از حدی که هستین نشون میده. کشیدن خط صاف، کشیدن دایره و کشیدن لاین های تمیز نشون دهنده تجربه، پتانسیل و مهارت شما. من خودم اوایل کارش فکر میکردم که باید چند سال حتما بگذره تا بتونم یه خط صافی بکشم، ولی خب بعدش به مرور فهمیدم که میتونم اینو با تمرین خیلی تقویتش بکنم و بتونم لاین های تمیز و صافی بکشم. در ادامه چند تا نکته هستش که برای کشیدن یه خط صاف میتونه به شما کمک بکنه و خیلی مهارتتون از چیزی که هستین ببره بالاتر. قبل از اینکه ویدیو رو ببینیم یه تمرین میخوام بهتون بدم که باعث بشه یه خورده دستتونم گرم بشه و خیلی هم ساده است. اگر یه دفتر یا خودکاری دارین حتما بردارین، دفتر خطی باشه، اگر از این 4 گوشه هم باشه که چه بهتر، افقی یا عمودی خط داره. یه خودکار هم برمیدارین و روی خطهایی که نقاشی روی خطهایی که هست با خودکار آروم شروع میکنید کشیدن تا انتها. 1 بار افقی، 1 بار هم عمودی، دستتون رو اینجوری میذارین و از دو بر روی خطها آروم شروع میکنید به کشیدن که مقدار دستتون گرم میشه. و با توجه به نکته‌هایی که در ادامه ویدیو میاد روی پوست تمرین بکنید. قبلش یادتون نره چنل رو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، ممنون میشم ازتون. ادامه ویدیو رو ببینید.